سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید به یک درس دیگری از HTML. در این درس ما می‌خواستیم با شما بیاموزیم که چطور در وب صفحه ها جدول، یعنی اینکه تبلیت بسازیم و در آخر درس با همراه شما یک وظیفه را انجام دهیم. برای ساختن HTML تبلیت ها ما استفاده می‌بریم از تگی تیبل، یعنی که با زبان انگلیسی می باشد معنیش جدول می باشد. تگ تیبل را استفاده می‌بریم و تگ تیبل باشد به سه قسم تقسیم می شود. قسم سرلوحه که با هم وارد کردن تگ هد می باشد، یعنی که سرلوحه تیبل. دیگرین قسم آن تیبل فوت و دیگر قسمش تیبل بادی، یعنی چی؟ بدنه تبلیت هم. در این قسم ما چیزهایی که در قسم پایانی تبلیت ما باید نشان داده شود را وارد میکنیم. در اینجا قسم بالای تبلیت، یعنی که سرلوحه تبلیت همون را، و در قسم تیبل بادی همه اینفورماسیون ستون های خود را وارد میکنیم. نگذاریم برای قسم اول چی از سرلوحه ها، یعنی اینکه در هر ستون سرلوحه دارد چخیل آنها را وارد کنیم. برای وارد کردن اول از همه ما نیاز داریم یک خط در تبلیت سخرمان وارد کنیم. برای خط وارد کردن ما استفاده از تگ tr استفاده برای بیان که تیبل رو یا خط میسازیم و در درون خط ما میخوایم وارد کنیم که چند تا چی ستون باشد، یعنی که چند تا سرلوحه وارد کنیم. ما یک تبلیت میسازیم که از 3 ستون عبارت است. برای همه چیکار کردم؟ ما در کار 3 تا ستون درجه وارد کنیم. باید برای ستون ها را وارد کردن در قسم تیبل هد و تیبل فوت و بعد کم دیگر است. برای همه اول چیکار میکنیم؟ تیبل هد را میسازیم. در تیبل هد برای ستون را وارد کردن سرلوحه‌اش را ما نیاز داریم که با th وارد کنیم در درون تگ tr. th یعنی تیبل هد و همه هیدر، یعنی که سرلوحه تبلیت ما حاضر میکنیم. در درون اینجا چی مینویسیم؟ با زبان انگلیسی ما مینویسیم برای که کالم یک مینویسیم، یعنی اینکه ستون یکم چقدر که شما میبینید. و یک تای دیگه ما ستون میسازم، ستونی 2 و ته یک تای دیگه ستونی 3. چقدر شما میبینید تبلیت ما 3 ستون دارد، لیکی خطهای تبلیت ما شون دادن اشتگه و خطر زبان نشان نداده است. برای همو ما چیکار کردن میتونیم؟ در قسم تیبل من تگ تیبل ما اتریبوت باردر داخل میکنیم و در درون ناخونک ها یک مینویسیم. چقدر شما میبینید خطهای تبلیت ما با وجود آمد و اگر که ما رقم یک رد کنیم چی میشود؟ من کمی پیش میکنم تا که شما خودتر ببینید. اگر رقم یک رد کنیم چی میشود؟ خیلی شما دیدین غوض‌تر شد نوشته چی؟ تبلیت ما خطاش. 3 کنیم اگر با 3 رنگتر، 4 با 3 رنگتر، ولی ما در عین حال یک نیاز داریم. و درازی اگر خواهیم که در تبلیت ما وارد کنیم با همراه تگ ویدز که گذاشته بودیم همراه وارد میکنیم و چی مینویسیم؟ اتریبوت ویدز وارد میکنیم و set وایز مینویسیم. در چقدر شما ببینید در تبلیت ما کلان چی شد؟ تبلیت جایگیر شد در وب صفحه ما. و اگر خواهیم که در قسم پایان تراش اینفورماسیون هر یک ستون وارد کنیم چیکار کردن میتونیم؟ اینفورماسیون اساسا در بدنه چی تبلیت وجود دارن. برای همه چیکار میکنیم؟ در اینجا باز نیاز داریم که یک خط وارد کنیم. برای همه چیکار میکنیم؟ تگ tr استفاده میبریم و در این درون برای سرلوحه ته وارد کرده بودیم. در اینجا چیکار میکنیم؟ td یعنی که تیبل داتا، اینفورماسیون داتا چیکار میکنیم؟ تیبل داتا را چیکار میکنیم؟ میسازیم.
در اینجا من می‌نویسم که کلم یک کنم، یعنی قسم پایانی شهر تبلیغ یک. و برای اینجا پر کردن دتا جدا باید من چیکار کنم؟ دتا دیگه وارد کنم که ایش هم می‌نویسم D1 و C1. چقدر شما می‌بینید تبلیغ ما قسم خط دیمگیش وارد شد. اینفورماسیونش نوشتیم در درونش. و اگر خواهیم یک سیم خط دیگر را وارد کنیم، برای خط وارد کردن با چیکار میکنیم؟ یک TR دیگه تیبل رو وارد میکنیم و باز همین اینفورماسیون برای تیبل داتا ساختن چیکار میکنیم؟ TD دیگه وارد میکنیم و مینویسیم د یک د و سه د. چقدر شما میبینید سیم خط ما به وجود آمد و میگذاریم به قسم پایانی فوتر را چقدر شما دیدین ما در بعد تگی هدر و پیش تگی بعدی وارد کردیم. برای فوتر دام یک خط وارد کنیم ما چیکار میکنیم؟ از تگی TR وارد استفاده میبریم و در این درون چی مینویسیم؟ مثلا تیبل، نام تیبل مون مینویسیم در باره چی رفته همه تیبلی ساختگی ما. برای ساختن داتا اینفورماسیون را وارد کردن در فوتر ما از تگی TD استفاده میبریم. تگی ته فقط برای سرلوحه وارد میشود. TD استفاده میبریم و در جا چی مینویسیم؟ تیبل نیم. در اینجا چقدر شما میبینید ما یک ستون دیگه ساختیم که تیبل نیم وجود داره در قسم فوتر ما. فوتر ما در بین تگ هد بعدی بود لگ در آخری خطشون داده شد. برای چی؟ برای که HTML خودش میفهمه که وقتی ما تگ تیبل فوتر استفاده بریم باید در آخری تبلیغ ما باید جایگیری شود. برای همین در پایان تبلیغ ما چیکار میکنه؟ جایگیریش میکنه. و ما اگر خواهیم که تیبل نیم ما همین سه ستون در کاملا پر شده باشه و چه ما همین را کرده میتونیم. ما در قسم تدی که همون تیبل نیم ما نوشته بودیم استفاده از اتریبوتی کال سپن میکنیم و در درون نخونک چند ستون یک جا کردنش چیکار میکنیم؟ وارد میکنیم. اگر ده بنویسیم شما میبینید چی؟ ده تا ستون یک جا شد ستون خمانه کتی دیگه. اگر سه چی؟ میبینید که پایین خط یک تیبل نیم شد. در این حال تبلیغ ما از سه ستون عبارت بود، برای همین ما سه وارد میکنیم مثلا. و در درون تگی ها ما میتونیم استفاده بریم تگی را که در درس پیش آموخته بودیم به مانند تگی ب که برای نوشتی سه رنگ تر کنیم نام چی را تبلیغ مونه استفاده میبریم. چقدر شما میبینید نوشتی ما سه رنگ تر شد، هر چیزی دیگری که شما درجه استفاده بریم. ولی در این حال ما اونقدر زیاد اینفورماسیون نمی‌نویسیم برای که در هنگام وظیفه را انجام دادن ما اینها را استفاده بریم. ما یک خط دیگر میخواهیم سیم خط چیکار کنیم؟ ستونمون وارد کنیم و یک کار با شما انجام دهیم. یک تا دیگر خط وارد میکنیم و ایرا چی مینویسیم؟ تیبل خطای سیمش همشه همین که چی خط سیم ده واقعا. و اگر که ما خواهیم که این خانچه یعنی که خطیچه ما کتی این خطیچه چیکار باشن؟ یک جایش شدگی باشن. ما چخه همین کار کرده میتونیم؟ ما چخلی که در اینجا کال سپن استفاده بردیم. کال سپن یعنی کالوم به انگلیسی، یعنی که ستون میباشه، یعنی که چند ستون یک جای کنیشه ما دادیم در اینجا. برای خط ها را یک جای چند تا کردن ده خط یک جای نه خطه کتی خط نه جاشه مثلا یک جای کردن باشه. برای ایرا رو سپن میتیم. لازم میاریم جای چی؟ جایی که کال سده میابیم کال سده را و همین را خواستنیم که ده جاره خودش بگیره هر دشه بالاگی و پایان گیره. برای همین رو سپن مینویسیم و در درون چی؟ نخونک ده. و برای که هر دش یک تشوان اینفورماسیون را چیکار کردن در کامورا اینه ای که دیجه داریم این را باید دیگه ادالت کنیم. چقدر شما میبینید خطی که در سیم بود کتی خط دیم فقط قسم اینه کلوم سدش یک جویا نوشته شد. هر دش چیکار کرد؟
گرفته شه. برای همین کل سه و کل د سه سه می نویسیم برای که بفهمیم که در اینجا چی دیگر سیم خطم واقعه. و با همین چیز اساسا همین قطر چیزی که ما میخواستیم با شما درباره تبلیغ ها بیاموزیم. میگذاریم بر قسم وظیفه‌ای که با شما باید انجام دهیم. که شما باید انجام دهید یا که یک تبلیغ باید بسازیم که در یکم ستونش چه نمری کارگرا، بعدش نام، بعدش نسب و بعد نمر تلفنشون. و در قسم پایانش چی داره؟ درباره چی بدن جدول، یعنی اینکه چی جدول کارگران شرکتی کدنویس مثلا. و در اینجا شما اگر اهمیت داده باشین حسن حسنوف دو تا نمر تلفن داره و نامش در یک ستونه در یک خطه، ولی دو تا آمدگی در جا چی دو نمر تلفن ده پیوستگی و خط جدول کارگر ما خط پرنی چشتگی همه تبلیغ همونده یا خط گرفتگی. و امیدوارم که شما میتونین انتظارم که آمده یک جا در ویدیو انجام دهیم. انتظارم. میگذاریم تا اینکه وظیفه را یک جای حل کنیم. ما اول همه چیکار میکنیم؟ تگی تیبل خطی تبلیغمون میسازیم. در اینجا سرازو باردرش میمونیم یک و درازش چیکار میکنیم؟ میتیم درازش 100 فایز. در این درن سرلوحه های تبلیغمون با واسطه تگی تهید و یک خط تر خطی میسازیم. در اینجا ته چیکار میکنیم؟ 4 تا میسازیم، یکش برای رقم، یکش برای نام، نسب و نمر تلفن. در جمع میمونیم نام و پایانش ده نسب و بعد چی نمر تلفن. چقدر شما میبینید همه اینجا تغییر رفته است. و سرازو میگذاریم قسمی فوت را بکنیم. قسمی پایانی مونه تفوت منویسیم، تفوت منویسیم و در اینجا هم چیکار میکنیم؟ یک تا تیره یک خط میسازیم و در درونش تعداد خطی چی منویسیم؟ جدول کارگران شرکتی کدنویس. چقدر شما میبینید تغییر ما جدول نوشتی سه رنگ تر نوشته بودیم. برای همون چیکار میکنم؟ من ایران میگیرم در درونی چی تگی بدم میمونمش، تگی بدم میمونمش. چقدر شما ببینید چی نوشتش سه رنگ شد. نه که ای در 4 ستون یک خط پایین 4 ستون گرفتگی بود. برای ایرا کردن چیکار میکنیم؟ ما در قسم تدی همی جدول کارگرانمون چی منویسیم؟ کولز پن برابر 4 در درون نخونه 4. چقدر شما میبینید 4 ستون خطش تا گرفت، سغوری رفته است همه کارهای ما. و در اینجا ت بعد خطی چیکار میکنیم؟ درش اینفرماسیون داخل میکنیم. یک خط میسازیم، در درون خط یک تده دیگه میسازیم تا اینکه چیکار کنیم؟ اول همه نمره کارگر رو رفتیم، یا دیگه تده برای نامشون، برای نسب و نمره تلفن. یکم آدمون کی بود؟ کامران بفکرم، خطا نکنم، کامرانوف. و بعد چی در اینجا رقم تلفنش یکم چه عدل خمون میمونه. چقدر شما میبینید یکم طلبه ما چی اینفرماسیونش در اینجا آمد. و در اینجا دیم آدممون میخوایم داخل کنیم چیشه، دیم آدممون میگیریم داخل میکنیم. در اینجا رقم ده میکنیم، چرا میکنیم حسنوف و نمره تلفنم چی یک دیگه علیش میکنیم. چقدر شما بیاین آدم ما حسن اومد در تبلیغ ما و سه آدممون چیکار میکنیم؟ داخل میکنیم اینفرماسیونش که رستم بود. رستم
نمره تلفنش چی؟ یک چیز دیگه دل خمون نگم چی میمونیم و در اینجا چیکار میکنیم؟ رقم 3 مینویسیم. چقدر شما ببینید رقم 3 خط رستم با وجود آمد و در اینجا ما یک نمره تلفن دیگر برای حسن باید بسازیم. برای چیکار کردن در کار؟ در اینجا ما باید رقممون در دو خط یک جای کنیم، حسن هم در دو خط یک جای بنویسیم، حسنش هم در دو خط و نکی نمره تلفنش چی؟ هر دوش در هر یک خطی عدل باشه. برای چیکار کردن در کار؟ ما یک خط دیگه نو ساختمون در کار و اینفورماسیون رقم و نام و نسبش پر کردن در کار نیست و فقط چی؟ نمره تلفنش دادن در کار. تدیت هم منویسیم و چی میکنیم؟ یا نمره تلفن منویسیم. چخیلی شما میبینید در اینجا یک خط دیگه نوع فقط نمره تلفن داره. برای اینکه این رقمی در ما در یک خط کنیم چیکار کردن میتونیم؟ میگیریم راوس پن استفاده میبریم دو منویسیم. چخیلی شما میبینید دستون خودش در گرفت، دو خط در خودش گرفت و این نمره تلفن در تای حسن پرتفته. ما در تای حسن در کار نیست. برای همون حسن هم چیکار میکنیم؟ یا راوس پن دیگر دو میتیم. این میگذره با حسن افته. حسن افته هم در کار نداریم. برای همون حسن افته هم یک راوس پن دو میتیم و چقدر شما میبینید رقم تلفنی دیمگی حسن در تای رقم یکمگیش اومد. و چخیلی که ما تبلیغمون ساخته بدیم در وظیفه همه خیلی چی در جریان ساختیمش. امیدوارم که شما هم همه خیلی تبلیغ را ساختین، خطاگی نکردین، تونستین که رقم‌های حسن هر چه تبته چیکار کنین بیارین بمونین. در این درس همین قدر هم میخواستیم با شما بیاموزیم. امیدوارم که بخیر یکم چیزای نو گرفتید، از درس ما لذت بردید و اگر که اولین بار باشه شما در کانال ما داخل میشوید، ابونه شوید و به دوستای خود روان کنید. تا درس دیگر خدا نگهدار.